هر زنی که مسلمان است، دعوای ایمان دارد، هر زنی که قرآن را همچون کتاب الهی قبول دارد، این دستور قرآن است، این فرهنگ بیگانه نیست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. خطاب امروز بنده مخصوص مادران و خواهران است، البته در نوبت اول، زیرا این گفته ها به پدران ایشان، به برادران ایشان و شوهران ایشان نیز تعلق دارد. مادران و خواهران عزیز و گرامی قدر، خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشأن برای شما مخصوص بعضی خطاب‌های خاص دارد. به خاطر نگهداری زنان و خواهران، به خاطر گرامی داشتن آنها، خداوند عزوجل بعضی توصیه‌های مخصوص، بعضی دستوراتی به ویژه مادران و خواهران را خطاب کرده، قانونگذاری کرده است. بیایید این لحظه ها ببینیم که خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشأنش برای شما گرامیان چه توصیه های الهی، چه راهنمایی ها و هدایت های ربانی رحمانی توصیه کرده است. خداوند عزوجل در سوره احزاب همسران پاک دامن پیامبر صلی الله علیه و سلم و در ضمن هر زن مؤمنه را خطاب کرده فرموده است ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. یعنی خداوند عزوجل در این قسمت آیت از سوره احزاب که آیه 33 این سوره است ندا کرده فرموده ای همسران پیامبر و ای زنان مؤمنه، شما چون زنان دوران جاهلیت، یعنی دوران پیش از اسلام، زینت نمایی نکنید. مادران و خواهران گرامی، کلمه ولا تبرجن از نگاه زبان عربی صیغه نهی است، یعنی فعل بازدارنده است، از کار باز می دارد. خداوند از تبرج که به نمایش گذاشتن زینت و حسن خود است منع کرده شده است و فعل نهی و استفاده فعل نهی که از نگاه علم تفسیر و علم اصول فقه این صیغه، این شکل فعل افاده حرام بودن آن فعل را می کند. یعنی تبرج که به معنای زینت نمایی است، حسن خود را در کوچه پیش مردان بیگانه به نمایش گذاشتن است، فعل شرعاً و از نگاه دلالت صریح این آیه قرآن عمل حرام است. امام ابن جریر طبری استاد همه مفسران در زیر تفسیر این آیت فرموده التبرج هو اظهار الزینة و ابراز المرأة محاسنها للرجال. تبرج یعنی زینت نمایی که خداوند اینجا زنان را از آن نهی کرده، منع کرده است. ظاهر ساختن زینت و نمایان نمودن زن حسن خود را نزد مردان است. مفسر دیگر امام محمد ابن عاشور صاحب تفسیری نفیس التحریر و التنویر گفته است التبرج اظهار المرأة محاسن ذاتها و ثيابها و حلیها بمرء الرجال. تبرج یعنی زینت نمایی این است که زن حسن جسم خود را، زیبایی بدن خود را و یا حسن لباس و یا زیوری خود را در نزد مردان نمایان سازد. مفسر دیگر امام ابن کثیر از تابعی مفسر از امام مقاتل نقل آورده که ایشان گفته است و التبرج انها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك هو التبرج. این امام مفسر یعنی امام مقاتل گفته است تبرج یعنی زینت نمایی که خداوند اینجا زنان را از آن نهی کرده، منع کرده است، این است که زن روسری خود را بر سرش پرتاید و آن را نبندد و گردن و گردنبند و گوشوارش نمایان بماند. زینت نمایی که خداوند عزوجل اینجا نهی کرده است همین است. پس مادران و خواهران ارجمند، پدران و شوهران گرامی قدر، این که یک کار را اکثر اهل جامعه و یا حتی همه اهل جامعه انجام میدهند به این معنا نیست که آن کاری صحیح است و درست است و مقبول است، بلکه مسلمان راستین میباید هر کار و عملی را در ترازوی قرآن بسنجد، ببیند که قرآن آن عمل را چی بها داده، آیا امر کرده، فرمان داده که اجرا شود و یا علی الاقل اجازه داده و یا نهی کرده، باز داشته مؤمنان را، پیروانش را از آن کار باز داشته یا شاید مثل این عمل به شدت باز داشته. تبرج که اصطلاح قرآنی است به معنای زینت نمایی، یعنی زن زینت خود را
زینت جسم خود را یا زینت لباس خود را یا زینت زیور خود را به چشم مردان گذارد. البته معنای زینت نمایی یا حسن خود را، زینت خود را به نمایش گذاشتن به این معنا نیست که خواهر یا زن روی صحنه براید و مردان او را تماشا کنند بعد بها گیرد که او زینت نمایی کرده، تبرج کرده. نه، همین که زن بدون لباس شرعی، بدون لباسی که قرآن او را امر کرده، زنی مسلمان را، زنی مؤمنه را سفارش داده، بدون آن لباس به کوچه براید، البته این تبرج محسوب است، زینت نمایی محسوب است. و چون این زنی و چون این خواهر تا وقتی برگشتن به خانه‌اش همه لحظه هایی که در این حالت میگذراند، همه ساعت هایی که به این حال از عمرش سپری میکند، در عملی حرام سپری کرده است. بیایید باز به یک خطاب دیگری قرآنی که مخصوص شما مادران و خواهران است گوش اندازیم. خداوند عزوجل در سوره نور فرموده وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُیوبِهِنَّ، و آنها یعنی زنان، این آیت مخصوص زنان است، برای زنان است، سفارش مخصوص برای زنان روانه شده. و آنان یعنی زنان روسری های خود را بر پیش بری خود بیاندازند. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، خمر این که شکل جمعی کلمه خمار است. خمار به معنای رویمال، روسری است. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُیوبِهِنَّ، جیوب شکل جمعی کلمه جیب است. جیب کشادگی که بالای کرته است، برای درآوردن سر در کرته کشاده گذاشته می شود، آن را جیب می گویند. یعنی زنان می باید روسری خود را از سر به پیش بر محکم کنند. حتی قرآن کلمه واژه وَلْيَضْرِبْنَ بزنند را استفاده برده که مبالغه در بستن، خوب محکم کنند تا پیش برشان نمایان نشود، تا گردنشان نمایان نباشد. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُیوبِهِنَّ، این امر قرآنی و این دستور قطعی شرعی است که خداوند زنان را خطاب کرده، این فرمان را به سوی زنان روانه کرده، گفته وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُیوبِهِنَّ، روسری خود را بر سر و بر پیش بر خود بیندازند، محکم کنند. هر زنی که مسلمان است، دعوای ایمان دارد، هر زنی که قرآن را همچون کتاب الهی قبول دارد، این دستور قرآن است، این فرهنگ بیگانه نیست، این لباسی نمیدونم عرب و یا قوم دیگری نیست. هر شکلی، هر رنگی باشد، هر متاعی باشد، فرق ندارد. مهم عورت زن را، موی زن را، گردن زن را محکم کند. این در مورد روسری است که بر پیش بری خود بیندازند و محکم کنند. امام شوکانی صاحب تفسیر فتح القدیر در زیر این آیت در تفسیر خود میگوید ان نساء الجاهلیه کن یسدلن خمرهن من خلفهن و كانت جیوبهن من قدام واسعه فكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو. یعنی امام شوکانی میگوید زنان جاهلیت پیش از اسلام روسری های خود را طرفی پشتشان میپرداختند. دقت کنیم مادران و خواهران ارجمند، حتی زنان دوران جاهلیت روسری داشتند، موسری خود را میپوشاندند. فقط خلل اینجا بود، کمبودی اینجا بود که این روسری ها را طرفی پشتشان میپرداختند و از بس که جیب ها یعنی کشادگی پیش کرته هایشان وسیع بود، گردن و پیششان نمایان میماند. بنابراین برای زنان دستور شد که روسری های خود را بر پیش خود پرتایند تا گردن و پیششان محکم شود، پوشیده گردد. این از آن ستر و یا حجاب و یا پوشش و یا هر چیز دیگری که خواهید نامش کنید، این از آن لباس قرآنی، این از آن لباس شرعی که شرع الهی، قرآن خداوند زنی مسلمان را به آن امر کرده. مادران و خواهران ارجمند، این از آن لباسی که قرآن شما را به آن امر میکند، دینتان شما را به آن دستور داده، شریعت الهی شما را به پوشیدن آن دستور قطعی داده. باز تأکید میکنیم که رنگ آن مهم نیست، نوع متاع آن مهم نیست، فقط همین که پوشنده باشد، نظرها را به خودش جلب نکند. دیگر از چه رنگ است، از چه نوع متاع است مهم نیست، مهم این وظیفه را اجرا کند. بدن زن را، جسم زن را که خداوند آن را عورت خوانده است، عورت اعلام کرده است، محکم دارد، به امید مطابق ساختن رفتار و گفتار و پوشش و کوشش در چارچوب قرآن.